اکتبر سال 2021 در قصر فرهنگ نویه عینی به خاطر گرامیداشت 65مین سالگرد روز تولد شاعر شناخته تاجیک مخصوم عالمی محفل شعر و سرود تحت عنوان فریاد یادها برگزار گردید. در محفل هنرمندان مردمی تاجیکستان خاصیت زرفشانی، اصلدین ستارف و هنرمندان بخش فرهنگی نویه عینی با سرود و ترانه‌های دلنشین خاطر حاضرین را شاد می‌نمایند. مخصوم عالمی دوم اکتبر سال 1956 در دهه قصدان نویه عینی چشم عالمی استی کشاده. سال 1978 آموزشگاه انرژتیکی شهر قرغون تپه و سال 1984 دانشکده ادبیات شهر مسکو را ختم کرده است. کتاب نخستین شاعر با نام بوی امید سال 1985 در نشریات عرفان به نشر رسید. مخصوم عالمی 24 اکتبر سال 1992 در شهر دوشنبه در یک حادثه مدهشه از طرف نفران نامعلوم کشته شد. او در زادگاهش قصدام به خاک سپرده شده است.